در طی نشست امروز شورای امنیت با موضوع برنامه موشکی ایران، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل بیانیه‌ای منتشر کرد. در این بیانیه آمده است آزمایش‌های موشکی اخیر ایران بخشی از تلاش نیروهای مسلح کشور برای تقویت توانمندی‌های دفاعی مشروع و نشان دادن کارایی و آمادگی سامانه‌های موشکی علیه تهدیدهای امنیتی بود. در این بیانیه با اشاره به اینکه طرح موضوع آزمایش‌های موشکی ایران در شورای امنیت مغایر با فضای مثبت حاکم برای اجرای برجامه است تصویب شده است، کسانی در مورد آزمایش‌های موشکی ایران بیش از حد جنجال می‌کنند که خود در سال 2015 فروشنده و خریدار پیشرفته‌ترین سلاح‌های ارسالی به منطقه خلیج فارس به ارزش تقریباً 100 میلیارد دلار بودند و رژیم تکنیکی را اختراع‌های انتخاب کردند. برای امسال دولت همه جای رادیو پیام، صدای ایرانیان.